میدونستی توی دنیا حیواناتی وجود دارن که به قدری عجیبن انگار از این سیاره دیگه اومدن. یه چند تاشون رو ببینیم. اولی اکسولوتل، یه نوع سمندر مکزیکی که هیچ وقت بزرگ نمیشه، یعنی حتی وقتی بالغ میشه ظاهر بچگیش رو حفظ میکنه و میتونه دست و پاهاش رو دوباره رشد بده. دومی ماهی انگلر، اون لامپ کوچیکی که جلوی سرشه یه تله نوریه، باهاش شکارش رو به سمت خودش میکشه، مخصوصا توی تاریکی اعماق دریا. و سومی آی، یه موجود سبزی از ماداگاسکار با انگشت وسطی خیلی دراز، ازش برای پیدا کردن حشره ها داخل چوب درخت استفاده میکنه، یه جورایی مثل دریل طبیعیه. و چهارمی پنگولینه، تناب پستانداریه که کاملا با فلس پوشیده شده، وقتی میترسه خودش رو مثل یه توپ جمع میکنه تا از شکارچی‌ها در امان بمونه. دنیا پر از موجوداتیه که هنوز خیلیاشون رو نمیشناسیم، شاید عجیب ترینش هنوز کشف نشده باشه.